سلام عزیزانی دل، من نازیه کرامت‌الله در برنامه سیدی تیلوی پیش چوچه مایکل است. فقط همینقدر میدونم از بین جنگل رد میشه. از این کوچه گذر داری نداری الله زاری. دوستان عزیز، امروز یک واقعیت مهم را با شما در میان میگذارم. اینکه چگونه تیم تلویزیونی باربود و برنامه آنها به شکلی آشکار یکی از هنرمندان برجسته تاجیکستان، نازیه کرامت‌الله را تحقیر کردند. کوه به کوه نمیرسد، آدم به آدم میرسد. بله استاد صبوری دیگه آدم گفته به یکی دیگه میرسه. این موضوع نه تنها توهین به یک فرد بلکه به کل جایگاه هنری موسیقی تاجیکستان بود. همین از یک شما با مزد نمی زندگی است. بله. پس شما میتونید سر زمین رقم را زندگی صدا بکنید. نازیه کرامت‌الله یکی از محبوب ترین آوازخوانان تاجیکستان است. با تحصیلات آکادمیک در رشته موسیقی از هندوستان و سالها تجربه حرفه‌ای در زمینه موسیقی، او به عنوان یک هنرمند واقعی هم از نظر صدای قدرتمند و هم از نظر درک موسیقایی در سطح بالایی قرار دارد. اما متاسفانه تصمیم اشتباه تیم مدیریتی او باعث شد که در چنگال برنامه سازانی قرار بگیرد که نه برای هنر ارزش قائلند و نه جایگاه هنری افراد را تحقیر. شما اگر کدام فرزند کدام وقت خونتون پیدا شد، خب. نام از او را قسیم بونین که یک فامیل مکمل هنری براتون. اما در این برنامه قسیم ابراهیمی با شوخی‌های بی محتوا، سوالات بیجا و رفتارهای تمسخرآمیز جایگاه نازیه کرامت‌الله را پایین آورد و این کاملاً برخلاف اصول هنری است. تیم باربود نشان داد که هدفش تنها جذب مخاطب و کسب درآمد است، نه احترام به هنر. آنها بدون در نظر گرفتن تفاوت سطح هنری دو شخصیت، تنها به فکر رنگین‌تر کردن برنامه خود بودند. نتیجه آن تحقیر مستقیم نازیه کرامت‌الله در مقابل چشمان هزاران بیننده بود. وای الو قسیم با مثلی یکی دیگر از نقاط ضعف این برنامه اجرای آهنگ‌هایی بود که اکثراً کاپی شده و تقلیدی بودند. هیچ نوآوری و خلاقیتی در اجراها دیده نمی‌شد و این مسئله نشان می‌داد که موسیقی در چنین برنامه‌هایی به یک ابزار تجاری تبدیل شده، نه یک هنر اصیل. هر شب در لب کلامی عاشقانه در دل مطلب برای آن یگانه گل بگنجی نه برگ گل دگنجی نه آینه سری زنو یارم عزیز جان جگر جان دل 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 جان لبی جوی آمده دست قدکی بلنش صدقه ابریکا ماش صدقه خالکی سوماش صدقه دلکم ای دلکم ای دلکم مرغکی تیره جفا خورد. ادامه این برنامه را در بخش بعدی ببینید.